درود با شما بینندگان عزیز شبکه تلویزیونی سفینه. برنامه فرهنگ معاصر است از سلسله برنامه ها. ما در سلسله برنامه های فرهنگ معاصر که در ماه می تخصیص داده شده بودند و شما وعده کرده بودیم که این ماه عده از دانشمندان و بزرگان ملت است و از جمله در ابتدای ماه زادروزی استاد عزیز قهرمان تاجیکستان میرزا ترسونزاده بود و همچنین در میانه ماه دو نابغه دیگر، دو متفکر بسیار سرشار ملت، استاد قناعت و استاد لایق. ما از این سلسله دو برنامه را، یعنی برنامه ما و ترسونزاده و همچنین نقش استاد قناعت در شعر معاصر انجام دادیم و امروز از این سلسله برنامه سیوم ما است. استاد لایق هم در شعر عصر 20 یک چهره بسیار تابناک که واقعا با نوشته های خود هم خواه در بعد عشق و عاشقی باشد، خواه در بعد خودشناسی ملی باشد، یک شاهکاری را برای ملت به یادگار گذاشتند و اینقدر مردمی ترین شاعر فکر میکنم که دیگر پیدا نخواهد شد، واقعا استاد لایق بودند و از این لحاظ عنوان برنامه امروز را گذاشته استاد لایق شاعر مردمی. البته میتوان در اینجا زیاد موضوعات گذاشت، صدها موضوع که باید پژوهش شود در بابت استاد لایق تا حال جای دارد و این البته کار ادبیات شناسای دیگر است، ولی ما در موضوع امروز همچون یک موضوع جشنی واقعا مردمیتی استاد لایق را بررسی خواهیم کرد و در اطراف این مردمیت موضوعات دیگر را نیز موردی بررسی قرار خواهیم داد. برای پهلوی این موضوع مورد شرح و تفسیر قرار دادن ما با استودیو خادم علمی شعبه فلسفه فرهنگی انستیتوت فلسفه اکادمیای ملی علوم جمهوری تاجیکستان ظاهری سیف الله را دعوت آراستیم و من ایشان را خیر مقدم میگویم که به استودیو حضور پیدا کردن. و خوب ظاهر جان، ما از این شروع میکنیم که وقتی که ما مردمیت میگوییم، خود مفهوم مردمیت و محض استاد لایق و مردمیت، اینها با هم تا چه اندازه ارتباط قوی میگیرند؟ مردمیت که گفتید، در همه آغاز مردمیت که شما گفتید، یک حادثه که واقعی شده است با استاد لایق و استاد مومن قناعت. میخوام پیش از همه این را یادآور شوم که پیش از استاد مومن قناعت با استاد لایق با فکرم که پیشنهاد میکنن که بیا ما به تو عنوان شاعری خلقی تاجیکستان رو میدیم، اما استاد لایق این عنوان رد میکنن. اول میگن که من با یک مهر و امضای نمیخواهم که شاعر مردمی باشم. دوم اینکه تا زمانی که استاد من مومن قناعت شاعر مردمی یعنی خلقی تاجیکستان رو نگیرد، من این عنوان را نمیپذیرم. و واقعا هم همینطور شده است که استاد مومن قناعت، اشور سفر اول عنوان میگیرند که استاد، هر دو اونها استاد لایق بودند، استاد شعر که دستی اون از شاعری راست کرده است. و این عدالت و یا که مردمی بودن عنوان فکر میکنم در بین مردم خیلی افزونتر کرد، یا که موقعش بیشتر کرد که مردم فهمید که این عنوان ما دادیم که با ابتکار یا اینکه با پافشاری های استاد لایق این عنوان مردمی بودنی خودش حفظ کرد. و البته که استاد لایق هم پس از استادان خودش
این عنوان پذیرفت و برمیگردیم سری نکته حرف و مردمیتی که شما اظهار داشتید. مردمیت این است که استاد لایق میگن که گر نسوزی به غم خلق بسوزد گورت. این یک نکته، یک جمله بس است که ما فهمیم که استاد چقدر پیوندی و چقدر نزدیکی با مردم خود، با فرهنگ خود، با مقدسات مردم خود داشت که البته این مردم خودش دید و مردم آن چیزی که یک زیایی او یا اینکه یک ارمان سرای او قدر کرده است، مقدس شمرده است یا که اعتراف کرده است یا احترام به جا آورده است، مردم البته این گونه شخصیت‌های بیشتر از خودش دوست می‌دارد و استاد لایق یکی از همین شخصیت‌های بودند که همیشه با مردم بودند و آن چیزی میگفتند که از هستی، از درد، از شادی، از نشاط یا که غصه و علم مردم برمی آمد که در یک جا خودشون میگن که سخن از پیش خود کی بافتم من ورا از راز دلها یافتم من دراز و کوتاهی سطرها را زی آژنگ جبینها یافتم من که همین یک دو بیتی افاده کننده مردمیت یا که مردمیت چی است یا که برای چی لایق بیشتر مردم دوست می‌دارن افاده می‌کند. بله و واقعا فکر میکنم که تمامی مجموع آثار استاد یک نوع باستابی اندیشه، آمال، فرهنگ، سنت و همه از همون خلق برخواسته و باز با دل خلق همراه شده بود و همین است که فکر میکنم شاید کمان در کم شاعران هم پیدا شوند یا باشند اگر به تحقیق نظر افکنیم که همین گونه مثلا یک محبوبیت در دل خلق یا دل مردم داشته باشند. حالا که انقریب از زمان اینکه دیگر استاد لایق جسما در بین ما حضور ندارند 22 سال سپری می شود، اما همون محبوبیت، همون یک صداقت، یک صمیمیت، یک کشش و جاذبه که با دل خلق استاد لایق داشتند فکر میکنم هنوز هم زدوده نشده است. هرچند که نسل های دوران اون نفرایی که همسالی استاد بودن هم آرام آرام که از اون کاروان میبینیم که خیلی کم مانده ایستادند. من دلیل همین گفته های شما که خود استاد میگن برای خلق بود دانه که کشتیم، برای خلق بود که از خود گذشتیم، نکردیم ادعای برکمالی، سخن از خلق بود و ما نوشتیم. و تصور کنید که شخصیت های هستن واقعا خدمت های هم کردن و شاید تا امروز کرده ایستادن در ادبیات در نظر دارم، ولی مثل استاد لایق که با این بزرگی، با این توانمندی، با این یک شاعری برکمال بودن در زمان خودش، اینقدر خاکسار، اینقدر فدایی به مردم، اینقدر غم مردم غم خود حسابیدن یا که رنج مردم رنج خودش دانستن یا اینکه یک فرزند یا یک نمیدونم پیوند یا یگان ریشه خلق اگر کنده شود او شب و روز خون خوردناش پاداشش این است که من 22 سال می شود یا که در ظرف 22 سال محبوبیتش و احساسی نبودنش میان مردم بیشتر شده است و مردم بیشتر که در زمان خودش شاید درک نکردن امروز به نکته هایی که اشاره میکرد استاد لایق به مردم دریافتن یا درکش برای مردم امروز دست داد که به قدری چنین شخصیت های خودشان که اصلا ما این یک مثل دردی کهنه که بعدی گذشتن که استاد لایق هم در جای میگن که نمی آیی نمی جویی ولی بعد هزاران سال مرا چون استخوانی رودکی از خاک میکاوی. با وجود این مردم استاد لایق بیشتر
با محبت و با صمیمیت که دوست می‌دارد، این محبت یا دوستداری طرفین است، از دو جانب است، توأم است. وقتی که این عادی‌ترین چیز که ما میتوانیم که یک مثال روشن بین دو نفر هم بیاریم که اگر دو نفر به هم دیگر احترام و اعتقاد و باوری و دوستی بیشتر دارند، بین اونها هیچ دودیلگی یا که رنجش یا از هم خفه شدن با آسانی سر نمیزند. و تصور کنید که استاد لایق هم همین گونه شخصیتی بود که دایم با مردم بود و مردم در اشعارش وصف کرد یا که نوبسته از پرابلم هایی که مردمی یا که ملت تاجیک داشت، در تمام آثارش فقط درد و رنج و یا که پیشرفت و یا که خودشناسی ملی که برای مردمش است گفته است و همچنین تعریف و توصیف کرده است که این نشانه می‌دهد یا نشانه آن است که لایق برای درد خودش زاده نشد. لایق کسی نبود که برای خودش فکر کند یا که کیسه خود فکر کند یا که مالیات خود. این شب در خانه که نان نیست به مثال و برای نان در خانه نداشتنش برای خودش غم نمیخورد. اگر خانه همسایه اگر شاید نان نمی بود لایق غم میخورد که امشب خانه همسایه من یا که خانه ملت من بینان است یا که گرسنه است شکمش. این چیزا بودن که مردمیت بودن لایق بیشتر گردید یا که بین مردم محبوبیت پیدا کرد. بله و تشکر زیاد. همین یک جریانی که ببینید ما میبینیم واقعا تحولی که در ابتدای عصر 20 در منطقه و جهان به وقوع پیوست و خب دولت ها ملت ها در زمینه های تاریخی هویتی خود یک جایگاه یا یک به اصطلاح دولت بنیاد کردند و در این سرگاه ما میبینیم که واقعا جان‌نثاری های بسیار بزرگی استاد عینی قرار میگیرند که با یک روح خسته ناپذیر پیشکش کردن نمونه ادبیات تاجیک و با تمام اون دعواگران کوچک نظر و کوردل و کوربین ثابت کردن که این ملت وجود دارد و این صاحب یک فرهنگ بسیار عظیمی گذشته است. و همینطور راهی استاد را ما میبینیم که بعدا علامه غفورов ادامه میدهند و کتاب تاجیکان را پیشنهاد میکنند که این با همین نام و با همین عنوان در زمان شوروی برای جهانیان که خوب این ملت است، صاحب تمدن است، صاحب فرهنگ است. و خوب همینجور استاد ترسونزاده، استاد قناعت هم ما میبینیم که همین مسیر دنبالگیری کردن. ولی در استاد لایق وقتی به پهنای موضوع بندی آثارشون توجه میکنیم ما میبینیم که رجوع شاهنامه است، روح رخش است. خوب و همینطور بعدا تمام بزرگان ما اون چی که یک منشأ از تاجیکان غفورov اونجا ما میبینیم بزرگترین نماینده های این ملت. خوب در بابت سینا، در بابت پنجه های باربد، خوب در بابت کتاب های شهید، یعنی شیب فراز ملت ما را استاد لایق توانستند در شعر و اون کمبودها، اون زیر بار دیگر رفتنها، اون مشکلی که واقعا در طول تاریخ ما نتونستیم رفعش کنیم و همیشه رفتیم چکور از قفای بدوی، مجذوب به عقل نارسای بدوی. تاریخ هزار ساله به خودی را ما باختیم در فضای بدوی. واقعیتش این که موضوعاتی که برای ملت ما در طول تاریخ داغ بود و ملت ما در طول تاریخ که خود استاد لایق هم میگن که تاریخ گواه است که در همه دور زمان ملت تاجیک به اساس یا اینکه به تجاوزی که این از جانب این شروع شده باشه که سر زده باشد رنج دید،
کلفت دید، اذیت دید از دستی دشمنان بادیوی یا که بیابانی یا خانگی هم بودن. بله. تا اندازه. بله. و استاد لایق در یک روبتشون ذکر میکنن که بیرودکی شهر ما برون از در شد، دوران حدیثی فارسی دیگر شد، عینی چو گذشت جمله عینی کردن، هیحال نگر نلگر زرگر شد. که این چیزای تحولات هایی هستن که تصور کنید که این قدر فرهنگ و این قدر ما آثاری گرانمایه که از گذشته و میراث گرفتیم و یا گذشته ما همه اونا تعلیف کردن که آفریدن، کشف کردن. ببینید واقعا از خود همین خصلت مردمیتی که ما منسوب دانستیم و که واقعا یک ویژگی خصلت شخصیت استاد لایق هست مردمیت و میبینیم که همین تا اندازه همین یک هویت بسیار بلند در همه این سلسله که بناهن از استاد عینی شروع کردیم در همه اینها همین چیز وجود دارد. خب اکنون حالا که 20 سری سال است در این میدان، نه دیگر استاد لایق است و دیگر نه قناعت است و خب امروز شما چه توقع دارید از شاعران حال که اینها باید چی پیگیری کنند و ادبیات امروز ما مثل شعر استاد لایق، مثل شعر استاد بازار، مثل شعر استاد قناعت، مثل آثار گرانمایه ترسونزاده، غفورов و عینی یک در همین مسیر ملت سازی یک جایگاهی باز هم پویاتر، باز هم مؤثرتر داشته باشند. خوب چی باید کرد؟ اول واقعا باید فضا سازی شود، فضایی که چنین شخصیت های تربیت کرد و این فضا امروز برای ما بیشتر امکانیت هم برای ساختنش هست که ما استقلالیت داریم. بله، بله. و دولت ملی داریم، پیش از همه. بله. و این چیز به ما امکانیت میتید که ما برای همین گونه شخصیت ها رو از تربیت نمودن و به کمالات رسانیدن همین فضای آماده کنیم و مخصوصا گذشته از این شخصیت های بزرگی دیگری که حالا ما داریم برای تربیه چنین نسل راه اندازی کرده شود. لیکن من به عنوان یک خواننده و مشاهده کننده که من پیوسته از شاعرها اگر که پیگیری کنم، مخصوصا شاعرای معاصرمون، شاعران امروزه باید از خود گذشتن ها کنند، با منفیت خود یا که در خود فرو رفتن و با مشکلات خود فرو رفتن، این یعنی نابود کردن ادبیات است که اونها با عنوان شاعر یا خودشون معرفی کردن یا که تا اندازه یک عده مردم میشناسند و اینا باید قربانی کنن خودشون برای مردم، برای فرهنگ مردم، برای ادبیات مردم. که استاد لایق در زمان خودش که از پاولو نرودا از شعر افتخار و اعتراضشان که ذکر میکنم، آشکارا میگن که امروز دعوا میکنن که ما نان نداریم یا که مشکلی داریم فلان بیسمدون داریم. خب ندارین، لیکن تصور کنید که مولانا به یگون معاش، به یگون رتبه مثنوی برای کی نوشت؟ برای مردم نوشت، برای ملتش نوشت و بیدل است، عطار است، رودکی است، صنایع است. این اگر حساب کنیم تمام شاعری کلاسیکی ما به خاطر چیز آثار خلق نکردن، اینها برای مردم، برای که انسانیت تربیت کنند و رسالت خودشون میدونستن. این چیز که بی پاداش، به یگون درجات و به یگون چیز باید به مردم خدمت کرد. یعنی پیش از همه به درک این نقطه که هنر و آفرینندگی ماهیت انسان است. بله. یعنی اگه انسان اگر هنر به آفرینندگی ندارد و اون چی که از جامعه خود گرفت اون بازتاب کرده در شکل نوین و بهترین و جوهری تر پیشنهاد به جامعه کرده نمیتواند، او به مثل یک کسی عقیم است، یک اندیشه عقیم است، نازا است که چیزی به وجود آورده نمیتونه. خود استاد لایق میگن که ما نه از
قبیله رهگذران، مایم نه از طایفه بی‌هنران. در نوبت خود قلم به دست آمده ایم، تصحیح کنیم تا خطای پدران. در تمام دور زمان خطاگی اشتباهات هست، لیکن زیایی یا اهل روشن فکران و نفرانی که عقل و سواد دارند برای مردم باید که شمع شوند. در شبای ظلمانی اگر تو شمع نشدی و اگر تو جان فدایی ها نکردی، پس تو با همون مردم عامیانه یا که عوام چی تفاوت میانی تو میماند؟ اگر تو این دانش و این فهمش و این عقل و این ذکاوت و این خیرده که از خود کردی به منفعت فردی خودت روانه کردی، دیگر مردم برای تو یا اینکه مردم اصلا برای تو هیچ کس نیست و تو هم برای مردم هیچ کس نیستی. به خاطر که تو خدمت که کردی مردم هم پاداشش میدن. مردم خیلی عادل است، مردم کورنمکی نمی کند. مردم اگر پاس نمکدان با چیز خورد پاس میدارد که تو همچون آثاری تو نمکدانی که مردم از اون لذت میبرن یا که چیز میگیرن و پاداش اونا خواه در خودت یا که فرزندت هر کدوم اینه باشد برمیگردانه مردم. یعنی روشنفکرای و مخصوصا اهل ادبی ما شاعرها همین اندیشه یا همین فکر و راهی که شاعر من استاد لایق یا که مومن قناعت اینا پیشه کردن دوام دهند همون نام کی شد یا که شخصیت کی شد همون نانش هم خود به خود پیدا می شود که در آغاز کسی که اگر خواست به خاطر نان زندگی کرد اون البته برای نان زندگی میکنه، نه برای نام. و شخصیت های ما که در طول تاریخ تا امروز آمدن بینید که یگان نفر زندگی نامش نوشته نشده است، اکثریتش ناقص زندگی نامه آمده است، آثارش آمده است، اون چیزی که ایجاد کرده است یا خلق کرده است آمده است زندگی نامی شخصی و چی میخورد، چند فرزند داشت. حتی امروزا بحث میشه که همین سینا زن داشت یا که عموما عائله دار شده بود، رودکی داشت، صنایع داشت، عطار داشت، مولانا معلم است. همین اکثریتشون که خیلی عالمان ساحه سری بحث میشینن که آیا هست یا آیا نداشتن. همین چیز بینید که برای همونو که اهمیت نداشت یا که امروزه ها باید دانن که این خوردن و پوشیدن و یا اینکه فلان بسمدانی کارهای معیشی جسمانی یا که روانی شخصی خودت در یگان صحیفه های تاریخ کو درج نمیگردد و این برای مردم اصلا در کارم نیست. تو اون چیزی که ماندگار می شود که وای ریشه در آب دارد، ریشه از فرهنگ مردم دارد، ریشه از شادی و نشاط و غم و دردی خلق و ملت دارد. بله و تشکر زیاد. حالا که در پایان برنامه قرار داریم، من میخواستم که تمنیات شما با بیننده عزیز شبکه تلویزیونی سفینه در رابطه هم با آثار و اشعار استاد لایق عموما تمام کتاب فرهنگ و معنویات تاجیکی بیان می ساختید. خب آرزوی ما همین بود که از آغاز تا من این جانب تمنا کردیم که ملت همین گونه فرزندای فرزانه خودش بیشتر تربیت کند، روی عرصه هنر و ادب و علم راه اندازی کنه یا که برارد و ملت از آثار و نوشته های این گونه شخصیت ها بیشتر بهره گیرند و دانند که این گونه شخصیت ها سببگاری به زوالی هم ملت هم دولت هم از بعدینه ها فرزندا و نسل های اونها خواهد بود و به خاطر همین از خود استاد لایق اقتباس میبرم که استاد تمنا میکنن توی بود و نبودم ملتی من، توی سمت سجودم ملتی من، سرود عمری من پایان پذیرد، تو میخوانی سرودم ملتی من. زنده باشید. تشکر زیاد برای یک گزارش بسیار پرمعنا، پرمحتوا و مؤثر و امیدوار هستم که بیننده عزیز ما به خود یک دنیا لذتی معنوی گرفت و امیدوار هستیم که حتما روی به آثار جاویدانه
این بزرگان ملت آورند و واقعا همین آثار جاودانه است که هویتی، تاجیکیتی، مردمیتی، واقعیت ما نگاه می‌دارد. و بار دیگر من به شما از جانب بیننده عزیز اظهار سپاس میکنم و امیدوار هستم که در برنامه‌های دیگری که در سمت فرهنگی باشند شما رو دعوت خواهیم کرد. بار دیگر خوش آمدید. و بیننده عزیز، هدف برنامه‌های ما هم این است که واقعا باید بسیار موشکافانه به معنی‌های بکری استاد لایق فرو رویم. استاد لایق یک اقیانوس است که همیشه در وی هزار نوع طوفان در آن وجود دارد. شما اگر چی از جنبه یک جوان نوخطی نو به عشق پیوسته، چی نفری که در وی هویت بسیار بلند ملی و تمام تاریخ را آغاز کرده از شاهنامه ورق زده است، تا به استاد عینی و غفورов، سیمای همه اینها بسیار جاودانه و بسیار با فضیلتانه در شعر استاد لایق تجسم یافتند و بایستی هر کدام ما از این بحر مثل غواص های صدف های دردانه های به وجود آوریم تا پیوندان خش را باز هم در روحیه خودشناسی و هویت بلند ملی، خرداندیشی، علمگرایی تربیت داشته باشیم. من بعد همه زوال می آیم باز، چون مرغی خجسته فال می آیم باز. گر بعد 1000 سال یادم بکنید، من بعد 1000 سال می آیم باز. باقی روز و روزگار شما خوش و خوشایند. خیرات یار و مددگار شما. پاینده باد تاجیکستان عزیز. بدرود تا درود دیگر.